آقایی که پشت موتور میشستم تو کامیون پشت کامیون میرفتم و گفت تو کی ماشین میخری؟ همیشه زندگیتون با یه چرا شروع میشه. همه افتادن سیبو دیدن اما یکی گفت چرا میافته. شما زندگیتون باید چرا داشته باشه. تا چراییشو پیدا نکنید که اصلا نمیتونید برسید به چیزی. خیلیا به اشتباه فکر میکنن، خیلیا به اشتباه شعر ناصر خسرو رو ملکه ذهنشون کردن. خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامعه از پندرد. فکر میکنن که همه چی دست خداست، همه چی دست خداست. به خود بیاد. این شمایی که برای زندگی هیچ کاری براتون نمیکنه بچه‌ها. هیچ کس. مثل آدمای علاف توی ایستگاه اتوبوس وای نستید که اصلا قرار نیست اتوبوسی از اینجا رد شه. هیچ کس دست شما رو نمیگیره رشدتون بده. این خود شماهایید که باید رشد کنید. این شماهایید که باید موج باشید. نه که راه بیافتید برید بگردید یه تخته موج سوار پیدا کنید. شماها باید منشأ اثر باشید. بابا ما یه شب ساعت 1:00 شب تو گروه مدیران ویژن بازی آفرود بازی رو راه انداختیم. چقدر هدف اومد بیرون، عکس ماشینا اومد. بابا تو دنیای سنتی همچین چیزی اتفاق نمیافته. تو دنیای سنتی کارمندا کنارنده گروه درست نمیکنن بگن بریم ماشین بخریم برای آفرود.